سالگره رسول الله، جشن میلاد رسول الله، این بدعت محض است، این در اسلام جای نداره. این را برحذر باشین. این که شوله شیرین، شوله شور، کسی که میخوره، کسی که پخته میکنه، اینا کلش بدعت است و از اینا دوری بکنه. یک روایت و یک دلیلی را ما پیدا کردن نمیتونیم که سال روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفته باشد. یک وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر اولادای خود یا صحابه به خاطر اولادای خود یا تابعین به خاطر اولادای خود یا به خاطر خود به نام جشن میلاد هیچ کدام جشنی را اصلا نگرفته. حتی به نام جشن میلاد نبی هیچ در دین جایگاه نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند: من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. هر کس در دین ما چیزی یک جدیدی را، یک چیز نو را بیاره و در دین ما نباشه، او عمل چیست؟ نزد ما مردود است و غیر قابل است، غیر معقول است و غیر قابل قبول است. او مردود است. خلاص باید ما و شما از این چیزا برحذر باشیم. چرا؟ قبلا هم عرض کردم و ایاکم، یعنی متوجه باشین، دور بکنین، بپرهیزین. و محدثات الامور، و چیزایی که جدیدی که در دین میارن، چیزایی که جدیدی که در دین آورده شده. فان كل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. هر نوع آواری جدیدی در دین بدعت است و هر بدعت چیست؟ ضلالت و گمراهی است. این چی کده؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را گفته که برحذر باشین، از این چیزا خود دور بکنین. هیچ و سلف صالح بالعموم این کار را نکردن. اینا بدعت است، هیچ اصلا جایگاهی در اسلام نداره. امروز میبینین در افغانستان، در ترکیه، در پاکستان، دیگر کشورهای دنیا ببینید که به نام میلاد نبی جشن میگیرن. الله اکبر. در اونجا گوسفندا را ذبح میکنن، مردم ها را دعوت میکنن. بعضیا میگن که والا در اینجا سیرت رسول الله گفته میشه. ای انسان، ای بدبخت، آیا رسول الله نمیفهمید؟ آیا خلفای راشدین نمیفهمید؟ آیا امام ابو حنیفه نمیفهمید؟ آیا امام مالک نمیفهمید؟ آیا امام شافعی نمیفهمید؟ آیا امام احمد نمیفهمید؟ آیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نمیفهمید؟ آیا ابن قیم جوزی، ابن کثیر نمیفهمید؟ و دیگر علمای پیش از اسلام اگر اونا مگر نمیفهمیدن و تو میفهمی که این بهتر است؟ یک چیزی که او بزرگوارا نکرد تو هم نکن، به خاطر اینکه متشابه با کفار است. جشن متشابه با جشن کریسمس است که اونا هر سال در 24 دسامبر ایران جشن میگیرن، جشن کریسمس میگیرن. الله اکبر. یعنی شما متشابه با این میسازین. مثل که هندوها سالانه جشن میلاد خود دارن و سامیری هایی که در اسرائیل قرار دارن اونا هر سال سامیری را جشن میگیرن. یعنی متشابهت با اون میشه. من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که متشابهت بکنه با قوم از آن اوست. یعنی جشن گرفتن در این روز این محبت رسول الله نیست، این بدعت محض است. کسایی که پیروان واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است ایرا مردود میکنه و ایرا در قریهشان یا در ولسوالیشان یا در ولادشان ایرا باید چی بکنن؟ ایرا منع بکنه. باید از این چی بکنن؟ از این دوری بکنه. میلاد پیامبر سلام، روز تولدش، تجلیل کردنش چطور بوده از نظر اسلام و علما محدثین چی گفتن؟ قرآن چی میگه؟ حدیث پیامبر سلام چی میگه؟ گفتیم که تجلیل کردن میلاد النبی مشابهت با کفار یهود نصارا بوده. اونا روز میلاد مسیح عیسی علیه السلام تجلیل میکنن، کریسمس و این گپا و جشن ها دارن، روزای عید دارن، روزای خوشی دارن. در اسلام این وجود نداشته. خود پیامبر سلام این کار نکرده بوده، صحابه خلفای کار نکردن، تابعین نکردن، حتی ائمه مجتهدین. امام ابو حنیفه رحمه الله تجلیل نکرده میلاد. کسی دلیل داره بیاره؟ کسی که میگه حنفی استم با تجلیل میکنه. یا خود حنفیت نیست، چی از کجا کردی؟ مذهبی استم، حنفی استم، خود کجاست؟ او نکده ما میکنیم. این خود خیلی تو خود از امامت کده بالا کردی دیگه. نگم گپ باشه میگه تو از امام کده میفهمی. مالکی استم، شافعی استم، حنبلی استم، تجلیل میکنه. در کجا؟ امام مالکی کار نکرده، امام شافعی نکرده، امام احمد ابن حنبل. ثواب دارم؟ میگه ها ثواب از پیش از اونا خواهی ما تو آمدی در قرن 21 ثوابا رو جمع کرده رایست. اونا تقوا نداشتن، اونا ثواب کار نداشتن، چرا اونا این ثواب نگرفتن؟ از پیش خود میان خوب فلسفه میگن.
پس نیست. چرا نکردن؟ نبود در دین. تو که ایجاد کردی بدعت شد. بدعت چیز نو در دین پیدا کردی که او را ثواب میگی و بسیار چیز خطرناک است. رسول میگه ایاکم، خبردار خود نگاه کن، و محدثات الامور، چیزای نو در دین. چرا؟ فإن كل محدثة بدعه، هر چیزی که نو در دین ایجاد میکنی میگه دین است، ثواب است، بدعت است. بدعت چیز نو شد. و کل بدعت ضلال، هر بدعت چیز گمراهی است. و کل ضلالت فی النار، و هر گمراهی در آتش است. گناه کبیره است، بسیار گناه کلان است. مبتدی از این گناه خود توبه نمیکنه، خطرناک است. دیگه که از گناه کند، گناه گفته میگه گناه کنیم توبه میکنه، مبتدی نمیکنه. مبتدی گناه را حرام مرتکب میشه، این را ثواب میدانه. این چقدر خطرناک. حرام ثواب بدان، گناه را ثواب بگو. امیال میندوها که میرن بتا را عبادت میکنن، صبح وقت پایلوچ میدانی در امثال. یا چی گفته میدان؟ ثواب گفته. و اگر ایره بگوی توبه بکو، خنده میکنه سرت. می دین از می توبه بکو، می دین اومد، ثواب اومد، مرا به خدا میرسانه. هیچ چیزو توبه نمیکنه از عمل خود. او را دین میگه. ایره که دین گفتی خطرناک شد.